سلام عزیزای دل، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برای انجام تسک OKX در داخل مینفای دو تا تسک وجود داره که پایینی برای ما میسره و مربوط به کانکت کردن ولته. برای انجام این کار قبل از انجام هر کاری ما باید بیایم یک کیف پول OKX ایجاد کنیم. برای این شما روی گزینه ولت که در پایین قرار داره کلیک کنید. در صفحه باز شده سمت راست بالا یه علامت چرخ دنده‌ای وجود داره. اگه روی اون بزنید 12 عبارت کیف پول شما نمایش داده میشه. ما همین 12 کلمه رو میبریم داخل ولت OKX و واردش میکنیم. شما این 12 کلمه رو کپی کنید و وارد کیف پول OKX شید که لینک دانلودش رو پایین میذارم. توجه کنید وقتی واردش میشید کیف پولش از دو بخش تشکیل شده. یکی مربوط به اکسچنج یا همون صرافیه که ما تحریمیم، یکی مربوط به چیه؟ مربوط به اینه که ما کیف پولش رو ایجاد کنیم. کیف پول غیر هزانتیه، یعنی کسی نمیتونه به دارایی شما دسترسی داشته باشه. برای همین روی گزینه سایمپل در بالا شما بیایید و کلیک کنید. در اینجا روی وب3 ولت بزنید و وارد گزینه وب3 بشید که ما بتونیم کیف پولمون رو ایجاد کنیم. در صفحه باز شده روی گزینه دوم که شما از قبل ولت دارید بزنید. در اینجا گزینه اول سیت فرست یا پرایوت کی رو انتخاب کنید و واردش بشید. حالا در اینجا شما باید اوکی رو بزنید. اینجا چیزای امنیتی رو داره میگه و در این قسمت اون رمز 12 کلمه‌ای که شما اومده بودید و کپی کرده بودید از داخل مینفای اینجا پیست کنید یا به صورت دستی بنویسید و بعد از اون روی گزینه کانفرم بزنید تا وارد ولت خودتون بشید. اینجا ما دو تا کار انجام میدیم. یکی این که هم میایم OKXمون رو به تلگراممون متصل میکنیم و هم این تسک رو میایم و کامل انجام میدیم. شما نگاه کنید اینجا نوشته شده که چک کنید این که شما شامل ایردراپ مینفای میشید یا نه. خب در 6 نوامبر اسنپ شات گرفته میشه و 8 نوامبر فکر کنم شما میتونید بیاید و در اینجا چک بکنید ببینید شامل شدید یا نه. که شامل شدن خیلی آسونه داخلش. ببینید اینجا نوشته شده اسنپ شات 6 نوامبر گرفته میشه و 8 نوامبر هم استارت چک کردن میخوره. شما کافی در این قسمت روی کانکت تلگرام که در سمت راست پایین وجود داره بزنید. ببینید واسه انجام تسک این مراحل لازم نیست، ولی شما 8 نوامبر که خواستید نگاه کنید ببینید شامل شدید یا نه شما به این ویدیو نیاز دارید. پس روی کانکت تلگرام که بزنید در صفحه باز شده شما اینجا میگه که باید تایید کنید که به تلگرامتون متصل بشه. روی کنتینیو بزنید و در صفحه باز شده شما کافی کشور رو بذارید روی ایران و بعد از اون شماره تلفن تلگرام خودتون رو در اینجا وارد کنید و روی گزینه نکست بزنید. بعد از اون میگه که ما یه پیامی رو فرستادیم داخل تلگرامتون. برید در پیوی تلگرام خودتون همینجوری که میبینید اینجا تایید کنید که OKX بیاد و به تلگرام شما متصل بشه و بعد از اون اطلاعات شما واسه شما نمایش داده میشه. بعد از اینکه شما تایید کردید همین صفحه واسه شما باز میشه. در 8 نوامبر شما میایید و چک میکنید که شامل شدید یا نه، که به احتمال زیاد همه شامل شدن. کسی که بالای 50 میلیون سکه داره و حداقل یکی از خریدارو انجام داده باشه شامل این ایردراپ میشه. خب تا اینجای کار ما اومدیم و اینو واسه شما گفتیم. حالا میریم ادامه تسک رو بدیم و بعد از اون ویدیو رو به پایان برسونیم. شما همونطور که میبینید اینجا کوین، اسپی، مینفی پرمیوم و همه چیه من نوشته شده. برای انجام این تسک شما کافیه وارد مینفای بشید و روی تسکی که میخواستیم انجام بدیم بزنید. بعد از اون شما کافیه روی گزینه پایین چک تسک بزنید و لینک باز شده رو روی گزینه بله بزنید و هدایت بشید داخل ولت OKX. اینجا روی کانکت ولت بزنید و ولت خودتون رو کانکت کنید. بعد از اون در قسمت پایین علامت مینفی رو که میبینید روی منیج که بزنید در اینجا دوباره روی مینفای کلیک کنید و بعد از اون شما باید کانفرم کنید و ساینینگ رو بزنید. بعد از اینکه شما کانفرم کردید برگردید داخل مینفای با گزینه چکین شما اینجا مواجه میشید.
بعد از چک کردن شما با همچین پیامی مواجه میشید که موفقیت آمیز بوده. توجه کنید در این ویدیو هم نحوه اینکه شما چک کنید شامل شدید رو در ابتدای ویدیو توضیح دادم، هم اینکه نحوه انجام تسک OKX رو واسهتون توضیح دادم. داخل ولت OKX ما تحریم نیستیم، اینو به یاد داشته باشید که ولت ها هیچ موقع نمیتونن کاربرا رو منع کنن، چون ولت غیر حضانتیه و صرافی ها میتونن ما ایرانی ها رو تحریم کنند. اینم بود از انجام تسک مینفای که خیلی ها گفته بودن انجام یکی از کمپین ها یا مثلا متصل کردن ها اجباری، که اینم واسه شما توضیح دادیم.